داداشم خوش اومدیم به ویدیو دیگه از کانال رویال فورج. خب دوستان قرار ما تو این ویدیو با دکای هوک همینطور که داریم می‌بینید دو تا دک هوک سایکل و زلزله با هم دیگه بریم لیگ بازی کنیم، ببینیم میتونیم با این دکا تا لیگای بالاتر بریم صعود کنیم یا نه. خب دوستان قبل از اینکه بریم سراغ بازی و اینجور چیزا بگم که لایک و سابسکرایب چنل ما فراموش نشه. چنل خودتون یعنی رویال فورج. این کار شما باعث انرژی دادن ما میشه که بتونیم کارمون خیلی پرقدرت‌تر ادامه بدیم. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. خب اولش با رویال میگم رویال سایکل میریم داخل بازی. دوستان این بازی ممکنه خب یه الفاظ رکیک باشه، بگم که در جریان باشین. من فشاری بشم فوش میدم، حقیقتش واقعا فشاری شدن، جای فشاری شدن و فوش دادن داره اینا، میدونی تو مخی بازی میکنن کسکشا. کسکشگیری شدیم ناموسنا. موسیقی تو قایدم با اینا چه میندازی؟ طرف رید با انداختن اون اینفرنوساورش بد رید، واقعا هم رید. منم ریدم و نه اینکه من نریدم، ولی اون خیلی بدتر رید. خدایا ابوالفضلی اینو نگه میدارم بر اون دیورسکناش، اسکشلاگو نگه میداریم بر اون حرکتش. کیری دمیج میدم مادم. نه بزنیم همون اینجا هم ریدم. بنازم گفتم من ریدم نریدم بابا. بنازم کسیش چیکار داره میکنه با خودت؟ کسیش اونو برش میکنه، اون دارت کوبلین ننت زنده رو برش میکنه. تخمشو گایدم من. نمیارزه. ای وای لاگو بگاه دادم آجی، پشما. الان حمله میکنه دهنمو سرویس میکنه آجی. دوستان من تاج اومدم رو دگای هوک، آنچنان پلیری هم نیستم حقیقتش با غیر حساب کنی و حرفه‌ای نیستم رو دگای هوک و اینجور چیزا. بزرگی خودتون شما ببخشین، مادر قبر همونجا خفه کنیم. بنازم اینم میذاریم اینجا که اینا بیان اینجا دگرای من. ای بابا بعد انداختم اینا اینجا، اینم اینجا، اونم پشت سرش. این شوی که این فراتاوه رو نتونست بنازه. بنازم بازم لاگو حروم کرد. خاک تو سر من. سیش بمیر دیگه، برو دیگه. حمله وحشتناک. ای جانم ای جان. موسیقی تو گایدم. سیش رو برو. رو نمیری از زیر برو حداقل. بعد انداختم لاگو. مرسی. میزنیم اینو جون مادرت. بازیش چی گرفته کسیش؟ باز چرا من لاگو زدم؟ اجه حواسم نیست هستن ها. ریدم. تماشا میکنه ریدیم دوستان. بیرون نگه ما این فنوتابر مادر قبط بابا گایدی ما رو تمام همسانا بسته دیگه. بنازم اسکلتا عزیزم بنازم. مادرش گایده شد. بنازم مادرت گایدم. کسیش میکردی. والا داجی بریم یه مچاپ دیگه بنازم. حال داد.
هی ای خارتو من گایدم. نه هویک با ایس اسپریت میریم چه بریم چیکار میکنه ابوالفضل دمج ده دولت سن ابوالفضلیه سن ده دوسشمه سش بازو گرفت سه تا گوسش ها کنیم ببینم گوسش چیکار میکنه گوسش نکنم اینجا کارا گوسش وا همه گرفتن رو این دیوارشکن های کسیش خو امروز تو این سیزن کیری جان یا تو میزنی منم میگایی یا من میزنم تو رو میگایم ولی خب ایجو میشه نترس یه پیشبینی هم میریم این آزم این پیشبینی قدرت این هم استفاده میکنی ای خارت گایدم چرا نشو مادر زنده فکر کردی میستادم توف تو کاسه ناموس بی ناموس شرفسیز آدم سنه ابوالفضلیه چیه حمله کرد به اون آجی خدایی خوب زد نمیشه خوشمون آمد نگاه کنی کسکشی میخوام بزنم در حد لالیگا نگاه دونه مادرت بناز نه خسیش اونجا خفه میکنم تو اونجا نیاد اینجا مغز ما رو نگاه خسیش زنده زان یه حمله وحشتناک حسین آموسه میس اشتباه پشت مرسی هوگ عزیزم قربانت بشم من هوگ جونم سلاموس نکن اینطوری کم دمیجی ما عقبیم ازش من سر کسخل بازی من بود دمیجی عقبیم ازش میزنیم قدرتو گو اوگه عزیزم کار اینو بساز برام قربانت بشم من میگانه کس کشی فکر کرد تو منو میگای یا من تو رو میگم ولی نمیزنم تو منو بگای اینجا اونجا نیست یعنی تو میگم حرومزاده بابا رو برو دیگه خدای رو برو اشتباه کردی داشت باز میستاد اشتباه ناز از عریف حمله سنگین یه نازم برو بینم چیکار میکنی ها برو ناموسشو بگانا ترس اینجا اشتباه داره حمله میکنه وای نخورید کس مادره حمله های سنگینی میزنیم به طرف دیگه بابا دفاع نکن جون ناموست اینو ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان اوف چه طرف ناموست گایدم اسرائیل خارگوس
خیلی خوب بود این اتک بناز. خیلی خوشگل در اومد خدایی. بیناز جان بیناز یه بود سایکلی بازی کردی باشی اصلا خوبی شد. اصلا دیگه هم بریم مثلا لایک سابسکرایب چنل ما فراموش نشه. دمتون گرم، دوستتون دارم. اسم شبیه داریم ویدیو میگیریم برای شما. قراره داریم زحمتمون میکشیم. خیلی اشترام کردم سر این دفاع. بگم میذاریم پای این ویچش کنه که اشتباه نکرده باشیم. رو ول میدیم این وسط. کرد بنازم چون سه دست از این مچاپ دارم براتون. این مچ آخری که براتون ضبطش میکنم انشالله بمونه برای فردا. چون دیگه سرم واقعا خیلی داره درد میکنه. شدیدا سردرد دارم. آخ سیر اضافه حروم کردی داشتم. ارزش نداره بی خیال. ناموسه نمیگم حمله ریز. انا ادیت بربر مینازه بنازم. میخواستم همینو بنازم. مرسی بابت این اون خوشگلت عزیزم. دوستش داشتم. بریم. ای بابا لاگمون هم در رفت دستم. نمیدونستم اینو داره. رایشترین اشتباهات من اینه که کارتای طرف حفظش نمیکنم. بنازم خوب شد. شناخت رو کارتای حریفت داشته باشی دیگه. من این اشتباه رو میکنمش. دقت نمیکنم به کارتای حریفم. اینجا فکر کنم بگاهی میدم الان 100%. لاگم میستادم. خیلی بد شد. دمیج رو برابر کرد. بنازم بیشترم دمیج داد. پیش بازاری شده به قرآن. حمله ناز لاگ. بیا دفاع ناز. نازم چون مادر تو کو بزنین. ما ناموستون من گایدم بابا. شب سوم باختیم بنازم. اصلا کنم این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. حالم خراب شد با این باختنم. من دیگه بازی نمی‌کنم. حالم خراب شد. طرفش